سلام، با من همراه باشید با معرفی یکی دیگه از رشته‌های هیجان انگیز اسکیت، رشته اینلاین دانهیل. رشته دانهیل یکی از رشته‌های ورزش اسکیت اینلاینه که در اون ورزشکاران در مسیری شیبدار که معمولاً مسیرهای کوهستانی آسفالت شده است، با سرعت زیادی از بالای کوهستان به سمت پایین حرکت می‌کنند و به دنبال رسیدن به بالاترین سرعت ممکن هستند. مثل خیلی از رشته‌های دیگه، این ورزش هم میتونه یه سری خطرات داشته باشه. یه مسیر دانهیل دارای چندین پیچ و گردن است و خب سرعت اسکیت سوارا هم خیلی بالاست. پس از دست دادن کنترل و خروج از مسیر مسابقه یه اتفاق اجتناب ناپذیره. به خاطر همینم در اطراف مسیر مسابقه معمولاً یه سری تشک بادی قرار میدن تا در صورت بروز همچین اتفاقی آسیب جدی به ورزشکار وارد نشه. در مسیرهای سرازیری قبل از مسابقه مسیر حتما از نظر ایمنی و امنیت چک میشه و شرکت کنندگان هم موظف به داشتن لوازم و تجهیزات ایمنی کامل شامل کلاه ایمنی تمام رخ، محافظ چانه، زانوبند، آرنج بند و محافظ پشت هستند.